سلام. امروز میخوام در مورد فیلم روانی آمریکایی یا آمریکن سایکو صحبت کنم. پس اگر این فیلم رو ندیدید ممکنه که اسپویل بشه براتون، برید حتما ببینید، ولی اگر این فیلم رو دیدید خوشحال میشم که با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. 24 سال از انتشار فیلم روانی آمریکایی میگذره. یه فیلم کلاسیک که تو ژانر ترسناک و کمدی سیاه قرار میگیره. شاید براتون مهم نباشه ولی این فیلم از روی یک رمان تو سال 1991 با همین اسم ساخته شده، رمان روانی آمریکایی که عکسش هم اینجا میبینید. این رمان بعد از اینکه قرار شد فیلمش رو بسازن، اول به جانی دپ پیشنهاد شد، بعدم به اون پسر خوشگله که توی تایتانیک بود، اگه گفتید اسمش چی بود، لئوناردو دیکاپریو پیشنهاد شد که با کارگردان مشکل خوردن و داستان خوردن دیگه. دیکاپریو رفت سراغ یه فیلم دیگه به اسم ساحل. رفت با دنی بوید کار کنه. خلاصه با کریستیان بیل به توافق رسیدن. بیل هم چند وقت بود منتظر بود که این نقش رو بهش پیشنهاد بدن. یه مدت پیشنهاد شد بهش ولی کنار گذاشته شد به دلیل اینکه کارگردان‌های مختلفی اومدن واسه ساخت این فیلم ولی نتونستن موفق بشن. بعد از اون به بیل پیشنهاد شد، دوباره بیل قبول کرد که بیاد توی این فیلم بازی بکنه. آقای بیل اینجا اومد دندوناشو رو کش کرد، یه ذره به ظاهرش رسید. ظاهرش که رسیدن نداره، خداییش ظاهر خوبی هم داره. بعد وزنش هم تا 82 کیلو افزایش داد. این فیلم تحت تاثیر فیلم‌های ترسناک کلاسیک ساخته شده. حتی توی صحنه‌ای که بیتمن داره تو خونش ورزش میکنه، تو پس زمینه تلویزیون داره فیلم کشتار با اره برقی در تگزاس رو پخش میکنه. رمان این فیلم یه رمان خیلی خشن‌تر و دارای صحنه‌های آدمخواری بود و خیلی درجه زنستیزی بالا، نجات پرستی بالا و همجنسگرا هراسی بیشتری داشت. ولی خب اومدن توی فیلم این موارد رو کاهش دادن، یه ذره کمترش کردن تا باورپذیرتر بشه. کارگردان این فیلم با برندهای مختلف هم چالش داشت. مثلا رولکس میگفت که هر شخصیتی میتونه توی این فیلم ساعتاشو دستش کنه ولی خود بیتمن نمیتونه این رو دستش کنه، این ساعتو. یا مثلا کلوین کلاین اعلام کرد بیتمن نمیتونه لباس زیر این برند رو بپوشه. خیلی جالبه. توی یکی از صحنه‌ها که سر بریده یه خانومی توی یخچال هست، از یه تدوین استفاده شده و در اصل اون خانم پایین یخچال نشسته و فقط بخش سرش بالای یخچاله. وقتی بیتمن تصمیم میگیره به کاراش اعتراف بکنه و با وکیلش تماس میگیره، این صحنه بیشتر از 14 برداشت داشته. هر بار کارگردان احساس میکرده که بیل میتونه بهتر نقششو بازی کنه، به خاطر همین اون صحنه رو چندین بار تکرار کردن و واقعا هم شاهکار. جالبه بدونید خانم گلوریا استاینم فعال فمینیسم علیه فیلم لابیگری‌های زیادی کرده بود، چون معتقد بود رمان منبع اقتباس فیلم به شدت زن‌ستیزه و خب راست هم میگفت. ولی بعد از مدتی با پدر کریستیان بیل ازدواج میکنه و تبدیل به مادرخونده اون میشه.
تبدیل و قشنگ گفتم، دوست داشتم. برای این فیلم بودجه 7 میلیون دلاری در نظر گرفته بودن که توی گیشه تونست به فروش 34 میلیون دلار برسه و یه موفقیت تجاری بزرگی رو به دست آورد. و در انتهای این ویدیو دوست دارم که اگه از فیلم خوشتون اومد حتما کامنت بذارید برام و فیلمو دیدید نظرتون رو بگید، نظراتتون رو بخونم و برای اونایی که ندیدن این فیلم رو هم شاید نظراتتون مهم باشه و بتونیم استفاده کنیم.